کی بچه تاجیکستان است، همانی که در سینه وی به دنیا آمده است، یعنی که خون نافش در همین مرز بوم ریخته، چی تاجیک چی غیر تاجیک، به شرطی که به قدر همون قطره خون رسیده باشد، به شرطی که آن جایگاه خون چکیده برایش عزیز و مقدس باشد و در ضرورت جانش را نیز همانجا گذاشته تواند. تاجیکستان استقلالیت مبارک. تاجیک در هر کجای نباشد خودشناس خودآگاه است. تاجیک در هر کجای نباشد معرفگری تاجیکستان و تاجیکان است. تاجیک میراثبری اسماعیل سامانی، ابو علی ابن سینا و ابو ریحان بیرونی، ناصر خسرو، علامه باباجان غفور، صدرالدین عینی، لایق شیرعلی، مومن قناعت، بازار صابر. این گونه بزرگان و دانشمندان زیاد هستند که میتونم ساعتها در بارشان حرف بزنیم. میخوام بگویم تاجیکستان عزیزم، میهنم، جان دلم، یک پارچه دلم، باری دیگر استقلالیتت مبارک باشد. همیشه میخواهم شکوفان، ثبات و آرامی، سالیان زیاد نصیبمان باشد و همیشه دوشنبه عزیز ما زیبا و آزاده و آراسته باشد. استقلالیت مبارک عزیزانم.